آقا استقلال پرسپولیس، آقا محسن که گفت استقلال پرسپولیس منظورم منظورم پیشنهاد در چیزی آینده. در آینده پیشنهاد که داشتی دیگه. خب دوست داره لژیونر بشه. آره واقعا کل تمرکزم اینه که الان خب هفته به هفته برم جلو تا آخر فصل، که خب من الان زیر نظر باشگاه روبین کازانم. آقای سمیانی خدمت شما عرض کنم که آنالیزور تیممون، ماسورامون، تدارکاتمون، اینا رو همه رو گفتم. حالا اسامیش تو ذهنم نیست که فقط من، ولی آقای سمیانی آره آنالیزور تیم خیلی نقش بسزایی داشتن. خب من همونطور که شما میدونین قرارداد دارم با باشگاه روبین کازان، بعد اختیارم دست خودم نیست، ولی خب الان تمرکزم روی اینه که هفته به هفته عمل کردم و بهبود بدم و بتونم تا آخر فصل یه عملکرد خوبی نشون بدم از خودم که انشالله واسه فصل آینده یه تصمیم خوب بگیرم. خیلی متشکرم، ممنونم و امیدوارم که همواره موفق باشین. اگر سوالی من نپرسیده باشم نکته بخواید شما اضافه کنید. من فقط یه چیزی راجع به آقای سعید بگم و امیدوارم که این توی کشور جا بیفته. خود آقا سعید نگاه خیلی خوبی نسبت به جوانای تیممون داره و امیدوارم که باشگاه‌ها همچین مربیایی رو بیشتر بهشون بها بدن، چون که ما استعدادهای خیلی خوبی داریم. فقط به قول شما این جسارت بازی دادن به این جوونا خیلی میتونه بله 100% میتونه فوتبالمون خیلی کمک بکنه در آینده.